میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه. بابا صبر کن، اینو باید با لطافت اجرا بکنی. داریوش با شما. ببین اگه مادر میاد و میخوندی چجوری میخوندی؟ این آهنگ باید با لطافت کامل انجام بشه، چون آهنگ لطیفیه. باید یه جوری ابی جون بخونی که این ملت بتونن بخوابن. همونطور که میدونی تو کنسرت های من 50% مردم خوابن، یه 25% مردم در حال گریان، 25% مردم هم که زدن اصلا نیستن. اینه که داد نزن، بعضی شاید خواب باشن. یه لحظه ببین این آهنگ مادر میاد اینجوری باید اجرا بکنی ابی جون. مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. فرامرز اصلانی. مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. به شب میگم پیشم بمونه، به باد میگم تا صبح بخونه از دیار یاری که توش منو تنها نذاری. استاد حسن شماعی زاده اگه قرار بود بخونه به سبک خودش میخوند. مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. میخواد چیکار کنه، بعد آسمونو تار کنه. مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد حالا اگه معین عزیز قرار بود این آهنگو بخونه، اصلا به سبکش ربط نداره. معین جان قربونت، کجا نشستی؟ همین دور و بعد دیدمش یه جا. معین عزیز اگه قرار بود این آهنگو بخونه اینجوری میخوند، به سبکش اصلا ربط نداره، اینجوری میخوند. مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، مثل رویای تو خوابه. حالا اندی عزیز خیلی کم آهنگ آروم بخونه. اندی اگه میخواست بخونه اینجوری میشد. مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، باز آسمونو تار کنه. نمیدونه تو هستی به جای اون نشستی، نمیدونه تو مایی، تو که رفیق روحی. آخریش هم میدیم دست شهرام شپره که اصلا به سبکش ربط نداره. شهرام شپره. مادر میاد که چی بشه، میخواد عزیز کی بشه. مادر میاد چه کار کنه، بعد آسمونو تار کنه. ماهو بذارم تو چشات جایی که ستاره داری، منی که واسط میمیرم و کاری بام نداری. آری داری دلیده اسم تو دم میگیرم، یه نگاه به ما کن منی که واسط میمیرم. آری داری دلیده اسم تو دم میگیرم، یه نگاه به ما کن من که واسه همتون میمیرم. خب قربون همه شما برم. مرسی. Thank you.